الکساندرا نیکیفورووا در نقش آنا، دستا کوکتمی در نقش هوشیار، علی احساندرو در نقش سلطان محمود، امل چولگچن در نقش اسما سلطان. داستانی عاشقانه و زیبا از عشق سلطان محمود به کبوتر گیر افتاده در قفس، معلمی زیبا به نام آنا. سلطان قلبم. خدایا بهم صبر بده، خدایا ازم مراقبت کن، به من صبر بده، خدایا خودت کمکم کن، خدایا از تو میخوام که از من و پدرم محافظت کنی. خدایا بهم صبر بده، خودت ازم مراقبت کن. سرورم، دیگه به پادشاه تعظیمم نمی‌کنی آنا؟ ببخشید سرورم، من یهویی چوکه شدم، شما رو دیدم. خب چی کار کنم؟ تو لجبازی کردی، ما هم از لجمون گذشتیم. زود باش بیا بریم. کجا؟ معلومه دیگه، قصر. سرورم، شما منو راضی کردین، این هم زحمت کشیدین، ولی خب با بچه ها باید چی کار کنم؟ تو خیلی خوبی، خیلی خوشگلی، ولی این حرف زدن زیادیت آخرش منو میکشه. سرورم دارین چی کار میکنین؟ ولم دیگه کنین، وقت رفتن. ولم کن. ولت کنم بری؟ خب بفرمایید بشین اینجا. سرورم، نامیک پاشا دنبالشون بریم، پیداشون کنیم، بیارین عوضیه رو. نامیک پاشا موسا مرا بل کن، بر دنبال آدم ها. دنبالشون رفتن پاشا، طاقت بیار، من میرسونمت قصر. همشون مرده؟ کسی زنده نیست؟ نه پاشا، همشونو کشتن. خدا لعنتشون کنه. اونا دارن به سمت تپه‌ها فرار میکنن، چی کار کنیم؟ چی دستو میدیم؟ اینا کیان؟ تا پیداشون نکردین نیایید، من میرم قصر. نامیک پاشا دست میره. نامیک پاشا تحمل کن، میرسونمت قصر. لااقل میذاشتیم وسایلمو بردارم. بعدم میرم. این سر و صدا چیه؟ خود سلطانم اومد. باید کار کنیم، مردم شلوغ کنم. بزنید ما باید جلو بازه. چی سر میکنم؟ گوش کنید مردم، من اینجام روبروی شما. از هیچ کس هم ترس و واهمه ای ندارم. اگه درد شما نونه، اون موضوع حل شده. اون خائنایی که باعث قحطی شدن دستگیر شدن و به زودی مجازات میشن. به اندازه کافی آرد و گندم به پای تخت منتقل میشه. این دستور منه. فردا همراه با اذان صبح به همه مردم نون مجانی داده میشه. من جلوی شما بهتون قول میدم. زنده باد ولی میبینم عده‌ای هستن که برای ما فتنه درست میکنن. نذارید اونا خوشحال بشن، نذارید انقدر زود شما رو توی کوچه ها بیارن، انقدر زود تسلیم نشید. این خائنا
چشماشون پر از کینه و نفرته. مردم چشماتون رو باز کنین، آگاه باشین و بین خودتون خائنا رو راه ندید. آردا پیدا شد. آدمایی که گذاشته بودین دستگیر شدن. سلطانم، خدایی نکرده اگه یکی از اون آدما حرف میزد، اول اسم آقا فتاحو میشد شنید و بعد تهش به شما میرسید. هیچ کدوممون اینو نمیخواستیم، مگه نه؟ منم همین حدسو میزدم. منم به خاطر سلطانم اون آدما رو تا ابد ساکت کردم، دهنشونو گل گرفتم، اونم فقط به خاطر سلطانم. سلطانم؟ بعدا ریحان. سلطانم ضروریه، یه خبر رسید مهمه. خواهش میکنم هر زمانی که به من احتیاج باشه من در خدمتتونم. یه موضوع دیگه هم هست سلطانم. بگو ریحان. نامیک پاشا، این وسط نامیک پاشا تیر خورده سلطانم. چی؟ عربه رو حاضر کنید سریع. زنا همیشه یه نقطه ضعفی تو وجودشون دارن. نامیک پاشا طاقت بیار، کم مونده. ملعونا رو پیدا میکنیم و حسابشون رو میرسیم. بعد از این دیگه هیچ جا نمیری. باید یادآوری کنم که شما منو اخراج کردید. یادآوری کن معلم، یادآوری کن. اگه سکوت کنی تعجب میکنم. منم خوشحالم که برگشتم. خیلی خوب. جبری کالفا، معلممون برگشته سر کارش. دوباره ببرینش اتاقش. فردا وسایلش از خونه برن بیارم. اطاعت میشه. این معلمه نیست؟ آره خودشه. مگه نگفته بود بر نمیگرده؟ معلومه که پادشاه خودش رفته آورده سلطانم. ببینید آخه با هم اومدن. میبینم گلزار، کور که نیستم. کالفا، من برگشتم اما انگار تو ناراحت نیستی. نکنه ازم خوشت اومده ها؟ نه دیگه چی؟ فقط تو رویای کبوترانت میتونی ببینی، ولی اینجا قصره. عدالت همیشه باید برقرار باشه. دوست دارم رفتنت به دلایل دیگه باشه. من فکر میکنم تو از من خوشت اومده. آه کبوتر، پرنده به قفسش برگشته. آره کبوتر. آره کبوتر. همه حرم سرا بشنون. خانم معلم برگشته سر کارش. زود باشین همه به کارشون برسن. این چیه؟ زیاده روی کردم انگار. کبوتر رو میبینم. هنوز اونجا؟ منم عمرقا درست میبینی برگشتم. دختر چرا نگفتی؟ گفتم زده به سرم. خوش اومدی. خوش اومدی، ولی چطوری اومدی؟ گفتن نمیای. همینطوره. چون پادشاه شخصا تشریف آوردن اومدم. شخصا گفتی؟ گفتم که کاش نمیگفتم، ولی تو شروع نکردی من برم آیپریو پیدا کنم. خودشا این دختر خیلی ساده است. هرچند بالاخره میگم.
میبینم که برگشتی. از ارادت خوشم میاد، ولی کاش زحمت نمیکشیدی. مطمئنم به زودی از اینجا میری خانم. باید بگم اینو فقط پادشاه تصمیم میگیره. یه جوری حرف میزنی که انگار نه انگار پادشاه انداختت بیرون. من مطمئنم که تو اون کار نقش داشتی. تو صالحه رو وادار کردی که اون کارو بکنه. یه دختر جوون و بازیچه‌ای هرس و طمع خودت کردی. خیلی زشته. حرفاتو کی باور میکنه؟ با صالحه حرف میزنم و متقاعدش میکنم که به پادشاه بگه. اون موقع میفهمیم کی باور میکنه و کی نمیکنه. نگهبانا بیای! نگهبان بدو! مواظب شونش باش. نامیک پاشا، نامیک پاشا طاقت بیار. نامیک پاشا طاقت بیار. تحمل کن. سرورم، همونطور که دستور داده بودین آردخاب نانوایی های هر طرف شهر پخش شد. اجاق ها روشن شد تا فردا صبح همه مردم دردشون دوا بشه. انشاءالله که مشکل پیش نمیاد. خیلی خوبه. نمیخوام بشنوم که هیچ نونوایی از مردم پول گرفته باشه. اصلا نگران نباشین سرورم، به همه نونوایی ها تذکر دادم. ضرر و زیان نونوا هم باید جبران بشه. سرورم بگو زاهیر. سرورم، نامیک پاشا تو راه برگشت مورد سوء قصد قرار گرفته. پاشا زخمی شد. چی داری میگی زاهیر؟ سرورم، به حکیم خبر دادیم ولی وضعیت وخیمه. یکم تندتر، یکم تندتر. بهجت مولا وضعیت چطور؟ گلوله رو در آوردیم. خیلی خون ازش رفته. زخمش عمیق نیست. حسابی ضد عفونیش کردم. چند روز استراحت کنه خوب میشه. خدا رو شکر. برای اینکه زودتر خوب شه هر کاری لازمه بکن بهجت مولا. رو چشمم سرورم. خیلی خوب موسی، تعریف کن ببینم چطوری اتفاق افتاد. سرورم، داشتیم برمیگشتیم یهو موندیم زیر گلوله بارون. ما هنوز نفهمیده بودیم از کدوم سمت داره شلیم میشه. همه آدمایی که گرفته بودیم کشته شدن. معلومه که کاملا برنامه ریزی شده بوده. میخواستن آدما رو ساکت کنن، ترسیدن حرف بزنن. یه نفرم زنده نموند. نه متاسفانه سرورم. پناه بر خدا، جمع کنید اینا رو. این یکی زنده است. از اسبش پیاده شد میون مردم. اگه میدیدی آیپری اصلا مردد نشد. بعدم انقدر حرفایی تاثیرگذار زد. وای اصلا باورم نمیشه. یعنی اصلا حیرون شدم. میدونم 100%. آیپری عزیزم چی گفتم مگه؟ گفتم البته همینطوره. ببینم من نبودم چه خبر بود؟ پادشاه عصبانی شد از صالحه. خیلی زیاد. تنبیهش کرد و خروج از اتاقش رو ممنوع کرد. صالحه بفرمایید. صالحی عزیز، میخوام بدونی که از این وضعیت خیلی ناراحت شدم. بله میدونم. چی میخواین بگین سلطانم؟ آنا برگشته به قصر. همین الان دیدمش. به هم گفت نقشه‌ای که کشیدی با شکست روبرو شده و میخواد فاش کنه که من یادت دادم چی کار کنی. خیلی گستاخه.
به خودش خیلی مطمئن بود. پس من نمیتونم تنهایی نقشه بکشم ها؟ فردا میاد اینجا سعی میکنه تا تو رو قانع کنه. نگران نباش، رازمونو به کسی نمیگم، مخصوصا به همین آنا. سرورم، این زنده نمیمونه. کم مونده روحشو تسلیم کنه. یعنی چی زنده نمیمونه؟ پس تو اینجا چی کاره ای؟ زنده نگهش دار. سرورم، زخمش خیلی عمیقه، جای خطرناکیه. خوب گوشتو واکن. این آدم باید زنده بمونه. این آدم باید زنده بمونه و تک تک دشمنامونو بهمون لو بده. هر کاری میتونی بکن، یه راهی پیدا کن. این آدم نباید بمیره. سلطانم، منتظرتون نبودیم. نامیک پاشا کجاست جبریکا؟ شما از کجا فهمیدی؟ کالفا به من بگو زنده است. زنده است؟ منو ببر پیشش. البته، بفرم. کالفا منو تنها بذار. من باعث همه اینا شدم. اگه اتفاقی برای تو بیفته من چی کار کنم؟ چطور زندگی کنم بعد از؟ لطفا به خاطر من زنده بمون. حالا که تازه دیدمت بعد مدت ها، منو تنها نذار. آسما، نامیک، انگار دارم میمیرم. رو از بدنم داره در میاد. اینجوری نگو، طاقت بیار. واسه آخرین بار ازت یه چیزی میخوام. بگو، هر چی بخوای. منو به خاطر داشته باش. اون موقع من خوشبخت میمیرم. دیگه واقعا فهمیدم که به هم علاقه داری. تو حالت خوبه؟ سلطانه، اگه میدونستم با عشق میای پیشم زودتر تیر میخوردم. بیچاره تیر خورده ها. کی زده؟ آیندهش درخشان بود، بیچاره حیف شد. چی شده؟ کیو زدن؟ نامیک پاشا تو قصر حکیم بالا سرشه. کی زده حالا؟ الان انقدر خوشبختم که نامیک پاشا زیادی امیدوار نشو. من به عنوان یه دوست قدیمی نگران شدم، همین. اسما نخندون منو، زخمم درد میکنه. اینجا درد میکنه؟ اسما حالا که شروع کردی به سفسطه معلومه که خیلی خوبی. دیگه ولت نمیکنم اسما. گلفدان؟ اینجا چی کار داری؟ سلطانم، جریان نامیک پاشا رو شنیدم. یکم نگران شدم. نامیک پاشا رو تو از کجا میشناسی؟ من تو قصر دیدمش. تو حرم سرا داشتن میگفتن زخمی شده.
خیلی خوب. شب بخیر سلطانم. شب بخیر. سلطانم، این موقع شب نمیشه بریم. من اتاقتون رو آماده کردم. ممنون جفری کالفا. دلم برای قصر تنگ شده. اینجا هرچی باشه خونه منم هست. بفرمایید. این آب برای سلطانه. جفری کالفا، جفری کالفا، موسا، ظاهر، سرور. تو کی هستی؟ به چه جرأتی رو تخت من نشستی؟ تو کی هستی؟ ولم کنید، من سلطان محمودم، پادشاه شما منم. ولم کنید. موسا، ظاهر، کالفا، مگه منو نمیشناسین؟ ولم کنید، پادشاهتون منم. ولم کنید. وضعیت نامیک پاشا چطوره حکیم؟ وضعیت نامیک پاشا خوبه. یه چند روز استراحت کنه خوب میشه. خوبه. اگه اتفاق دیگه ای افتاد به هم خبر بدی. جفری کالفا به هم میگه. حتما، رو چشم سرورم. سرورم، منم منتظر شما بودم. میدونم سرتون شلوغه، ولی بدون خداحافظی دلم نیومد برم. کار خوبی کردیم. جفری کالفا گفتی شب تو قصر موندی. اومده بودی نامیک پاشا رو ببینی؟ درسته سرورم. وقتی شنیدم تیر خورده نگران شدم. هرچی باشه با هم بزرگ شدیم. میدونم. از کجا فهمیدی تیر خورده؟ چطور نفهمم سرورم؟ همه مردم داشتن راجع به این موضوع صحبت میکردن. ندیمم تا شنید به هم خبر داد. سریع اومدم.
خبرهای بد زود پخش میشه. پس مردمم فهمیدن. عقلم به جای قد نمیده. اسما کی پشت این توت است؟ چطور جرأت کردن؟ حتما پیداش میکنین سرورم. جزاشو باید بکشه. پیداش میکنم اسما. اگه این آدم خوب بشه و حرف بزنه میفهمیم کاری کی بوده. وقت با دستای خودم مجازاتش میکنم. از کی حرف میزنین سرورم؟ کی میخواد حرف بزنه؟ یکی از یانیچریا به اسم عارف لنگ. یکی از اونایی که گرفتیم. زخمی شده بود، نجاتش دادیم. داریم سعی میکنیم خوب شه. بذار خوب شه، اون موقع همه چی معلوم میشه. ببین چیا شده. من نباشم چه اتفاقایی میفته. قصر رو پا نمیمونه. گرفتمش. اسمش چی بود؟ عارف لنگ. پس گرفتینش این آدم. آدم چیه بابا؟ دیو. من میگم 3 وجب، شما بگین 5 وجب. نه عزیزم حرف دیگه، وگرنه بلند با هیبت. الان میگن که انبر تو از کجا میدونی؟ واقعا تو از کجا میدونی انبر آقا؟ جاشو من پیدا کردم. آره بابا، از من میترسه. وقتی میبینه پاهاش میلرزه. عارف لنگ اومد. دست درد نکنه کبوتر. من به صدا حساس شدم، وگرنه از ترسم نیست. منتظرم یه خبر خوب بهم بدی بهجت مولا. وضعش چطوره؟ با جون و دل داریم تلاش میکنیم سرورم، ولی حتی اگه وضعیت به دلخواه ما پیش بره حرف زدنش ممکنه هفته ها طول بکشه. من هفته ها وقت ندارم، یه روزم وقت ندارم. این آدم باید هرچه زودتر خوب شه. فهمیدی؟ روی چشم سرورم. زودتر بهم خبر بدین. از همه چی خبر دارم کنید. اطاعت میشه. سلطانم افتخار دادی. یکی از آدما نمرده، زنده است. عارف لنگ. چطور ممکنه؟ اون آدم باید بمیره آقا خلید. اون آدم باید حتما بمیره. به روی چشم سلطانم، نگران نباشین. خودم شخصا پیگیر میشم.